یه خانم بوده که 3 تا پسر بچه تخس و شیطون داشته. از قضا بنده خدا شاغلم بوده و مجبور بوده صبح تا شب بره سر کار. یه روز که خسته و کوفته برمیگرده خونه، بعد از اینکه شامشون رو میخورن، این 3 تا پسر بچه گیر میدن بهش که مامان حتما باید بیای با ما بریم توی حیات خلوت و دوز و پلیس بازی کنیم. مامانه هم مجبور میشه قبول کنه و میرن با همدیگه شروع میکنن به بازی. چند دقیقه که میگذره یکی از اون بچه‌ها دستشو که شکل تفنگ کرده بود میگیره سمت مامانشو، مثلا بهش شلیک میکنه. مامانم به علامت اینکه مثلا من تیر خوردم میفته روی زمین. وقتی میفته یه چند دقیقه میگذره، یکی از همسایه‌هاشون که از توی بالکن داشته نگاش میکرده مشکوک میشه بهش، میبینه که یه چند دقیقه هیچ تکونی نخورده، میترسه، میگه نکنه موقعی که داشته میافتاده یه بلایی سرش اومده باشه. بودو میاد پایین و میره سراغش. وقتی میرسه بالا سرش، مامانم یواش چشمشو باز میکنه، بهش میگه که تو رو خدا هیچی نگو، الان تنها موقعیه که میتونم یه خورده استراحت کنم.